اطفال دوست داشتنی و نازنین سلام، امیدوار هستم صحت و سلامت باشین. امروز درس خود را از حرف الف شروع کرده و بعد ترانه را برایتان میخوانم. شما میفهمین که شما باید کوشش کنین اول حرفا را بشناسین، صداهای حرفا را بفهمین، بعد از او باز که حرفها را شناختین کلمات را مشناسین و میتونین نوشته کرده و خوانده و بعد از او باز بخیر ترانه ها را خوانده میتونین. پس چون مسلمان هستیم مثل نان خوردن و هر کار نیکی دیگه شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درس اول ما حرف الف است. الف در کلمات 3 صدا داره: ا، ای، او. امی زبرک که در بالای سر الف است صدای ا را میده، اما در نوشته کلمات نوشته نمیشه. ا، ای، او. ببینیم که حال صدای الف در کجا ا میشه، در کجا، در کدام کلمات صدای الف کدام صدا را به خود میگیره؟ صدای ا را به خود میگیره. حالا ما شما در رسم ها و در کلمات میبینیم که کجا الف صدای ا را میگیره. در تصویر شما انار را میبینین. انار، الف انار، الف انار. انار یک میوه مزه‌دار شیرین و داخلش مثل نگینه هاست، بسیار خوشمزه است. حتما شما خوش دارین. اینی انار هم در درخت است، هنوز انار نکندن از درخت. الف انار. الف انگور، الف انگور. شما انگور میبینید چقدر مقبول است، انگور سرخ و انگور سبز رنگ. انگور هم میوه خوب و شیرین است. الف انگور. این انگور میبینین که هنوز در بوتهش است، هنوز نکندش، بسیار مقبول، انگور مقبول. الف انگور، الف انگور. حالا ببینیم که در کجا الف صدای ای را میده، در کجا الف صدای ای را میده. این تصویر مقبول یک زنه که میبینین، الف انسان. بر زن، مرد، پیر، جوان، طفل همه انسان گفته میشه. الف انسان، الف انسان، الف انسان. حالا ببینیم که در کجا، در کدام کلمات الف او تلفظ میشه. آیا اینطور کلمات هم وجود داره که او تلفظ شود؟ ببینین این نقشه اروپا است، قاره اروپا. در اروپا، در کلمه اروپا الف چی تلفظ میشه؟ او. اروپا، اروپا، اروپا. حال رسیدیم بخیر به ترانه اسب. ترانه اسب ما شما یک جای با هم میخوانیم. اسبک زیبای من، بیا پیش پای من، تا اسب سواری کنم به پشت تو جای من. این ترانه اسبک است که بخیر شما الف یاد گرفتین، دیگه حروف یاد گرفتین، خودتان باز میتونین بخوانین. حالا بیاین با ما یک جای ترانه اسبک بخوانین. آفرین، بسیار مقبول خواندین. یک صفحه در کتابچه‌تان حتما نوشته کنین و دیگه خدا حافظتان. وقت خوش.